سلام بچه، حالتون چطوره؟ من رادینم. آقا اومدیم با یه چالش به نظر من خیلی باحاله. قراره که یه عدد شانسی ما انتخاب کنیم و توی فیفا به اون عدد، مثلا من عدد 3 رو حالا انتخاب میکنم شانسی، قراره که به همون تعداد توی فیفا گل بزنیم. اگه مثلا به عنوان مثال من 4 تا بخوام، مثلا عدد من 4 باشه، اگه 4 تا گل بزنم که ماشینمو نمیفروشم. خب اگه مثلا 3 تا گل بزنم ماشینمو میفروشم. یکی از بهترین ماشینای توی فورزامو باید بفروشم اگه مثلا ببازم. خب آقا، یه دونه عدد شانسی چی مثلا انتخاب کنیم؟ یه عدد شانسی مثلا من 4. خب آقا، اگه من 4 تا گل بزنم خب که خوب میشه، یعنی هیچ ماشین نمیفروشم. ولی اگه مثلا 3 تا گل بزنم باید ماشین بفروشم. حتی اگه 4 تا گل بزنم یه دونه هم بخورم باز باید ماشینم بفروشم. من ویدیو رو حساب میکنم و نتیجه رو بهتون نشون میدم. خب آقا نگاه کنید، فعلا نکن. الان دقیقه 23 و 50 ثانیه است. رئال بارسا که من رئالم 2-0 فعلا. 2 تاش زدم، بریم تا 2 تای بعدی. آقا من نمیدونم خوشحال باشم یا ناراحت باشم. نکنین رئال بارسا بود و آقا 7 تا زدم واقعا، من 1 خوردم. نکنین نگید حالا این رئال نبود، نکنین زده پلیر وان، اینم که یعنی کامپیوتر. آقا من واقعا نمیدونم آقا، یعنی داشتم خوب پیش میرفتم و یهو دیدم دقیقه نه کی شد 60 بود 70 بود، یه گل خوردم. بلکه بچه من به قولم عمل میکنم، چون گفته بودم هر چقدر که گل بزنم حتی یه دونم بخورم باید چیز کنم. من به قولم عمل میکنم و میدم. من یکی از بهترین ماشینا میفروشم، الانم توی ویدیو نشونتون میده. خب اینم از فورزا. نگاه کنید آقا. آقا یا یه ماشین خوب میفروشم یا 2 تا ماشین متوسط. نمیدونم کدوم بفروشم. آقا من 2 تا ماشین متوسط میفروشم که حالا چیزم زیادم بد نشه. خب آقا من یه دونه این نیسانه رو میفروشم. کجی یه سوال گزینه فروشه این کدوم بود؟ نه که علاقش فکرم اینه. به خود من تو رو میخوام بفروشم داداش، نمیخوام به خدا هیچ کاری دیگه ای کنم. فقط تو رو من بفروشم. اینه بابا لالش.